سلام دوستای عزیزم، امیدوارم که مثل همیشه حالتون خوب باشه. من مرتضی هستم و امروز قراره با هم گردشی داشته باشیم در مسیر لنگرود به چمخاله و شهر زیبای دستک. امروز جمعه 12 آبان و ساعت حدود 9 صبح است. این ولاگ از شهر زیبای لنگرود شروع و بعد از عبور از چمخاله به چاف و سپس به تازه آباد، حسن بکنده، امیرآباد و در آخر به مقصد یعنی شهر زیبا و ساحلی دستک میرسه. ولاگ مربوط به شهر زیبای دستک رو چند روز دیگه در کانال قرار میدیم و لینکش رو براتون در قسمت توضیحات همین ویدیو میذارم. این مسیر حدود 34 کیلومتر هست و رانندگی در بخش‌های از مسیر در کنار دریا انجام میشه و حس و حال رانندگی در جزیره زیبای کیش و شهرهای جنوبی کشور رو به آدم میده. شهر چمخاله که به ساحل زیباش معروفه جزئی از شهرستان لنگرود است و شهر چاف هم که معروف به شهر هندوانه هم جزئی از شهرستان لنگرود هست. قبلا ولاگ مربوط به میدانبار هندوانه چاف رو در کانال گذاشتیم که لینکش رو براتون در قسمت توضیحات این ویدیو میذارم. و اما شهر دوست داشتنی دستک جزئی از بخش کیاشهر شهرستان آستانه اشرفیه، شهر ماهی و مردمان دوست داشتنی و بازار ماهی فروشیش تقریبا توی شرق گیلان معروفه. خواهشاً با لایک‌ها و کامنتاتون ما رو در مسیر بهتر شدن حمایت کنید و برامون بنویسید که دوست دارید از کجای گیلان زیبا براتون ولاگ تهیه کنیم. در ضمن در روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه هر هفته در این کانال ولاگ جدید قرار داده میشه. امیدوارم که از این گردش لذت ببرید.
شما.